سلام، من آزورام و اینجا لونه کلاغه، جایی برای کسایی که حس میکنن فرق دارن. این اواخر خیلی راجع به آینده فکر میکنم، راجع به اینکه چه اتفاقی قراره بیفته یا چه حسی دارم دربارش و میخواستم باهاتون در میونش بذارم. اولین چیزی که خیلی باش درگیرم امیده، چون حس میکنم اون آدم خواستم. راستش الان شبیه آدمای مغرور به نظر میرسم، اما بعد از دیدن آخرین ویدیوی ویتو نظرم عوض شد. اگه ندیدینش پیشنهاد میکنم ببینینش، 1 ساعته، شاید براتون طولانی باشه ولی بعداً ببینینش، به نظرم براتون خوبه. اسمش این بود، تایتلش این بود که من با 67 دکامیلیونر حرف زدم و اینا چیزایی بودن که یاد گرفتم. فکر کنم چنین چیزی بودش. حالا لینکشو توی دیسکریپشن میذارم. الان دارم تبلیغ میکنم جدا. حس میکنم من آدم خواستم، حس میکنم قرار آدم بزرگی بشم، حس میکنم قرار چیزای زیادی بسازم و بهش باور دارم. شاید حتی الان خنده‌دار به نظر برسه و راجبش با هیچ کس حرف نمیزنم، حتی با مامانم، فقط توی ذهنمه و الان دارم به شما میگم. احساس میکنم باید این چیزا گفته بشه، شاید برای اینکه بهم اعتماد کنید، شاید هم فقط چون دوست دارم بگمشون. اما احساس خوبی در مورد آینده دارم. احساس میکنم قراره روشن باشه و تمام تلاشمو براش میکنم. اما از طرفی میترسم که یهو بی خیال بشم، یهو همه چیزو ول کنم و یه آدم عادی بشم، یه آدم عادی که هیچ رویای بزرگی نداره، همش کارهای عادی میکنه، کارهای تکرار میکنه و هیچ ایده‌ای از خودش نداره. شاید نمیخوام بگم همه آدما اینجوریان، منظورم اینه که چنین آدمی بشن. حالا اسمشو میذارم آدم عادی، نمیخوام بگم بقیه اینجوریان ولی بعضی واقعا اینجوریان. این ترس خیلی به جونم افتاده. هر کاری که میخوام شروع کنم میاد سراغم. مثلا میخواستم چنل رو شروع کنم و با خودم گفتم اگه وسطش ول کنی چی؟ اگه یهو بی خیال بشی اون موقع چی؟ و در جواب حتی نمیتونم قول بدم، چون نمیدونم چی میشه، نمیدونم در آینده چه اتفاقی میفته، اما تمام تلاشمو میکنم. من میتونم حداقل راجع به این قول بدم که تمام تلاشمو میکنم. هنوز خیلی چیزا دارم که یاد بگیرم و امیدوارم توی آینده بهشون برسم، بفهمم چه چیزایی رو نمیدونم و برم دنبالشون، بفهمم موفقیت یعنی چی، بزرگ بودن یعنی چی، اصلا بزرگسالی برای من چه معنایی میده و اصلا میخوام بزرگ شم، میخوام بزرگسال شم یا نه. بزرگو که میخوام بشم، از نظر مقامی بزرگ، نه از نظر سنی، ولی هنوز تعریف خاصی براش ندارم. فقط میدونم که میدونی چیه، من میخوام بزرگ شم. شما هم راجع به آینده فکر میکنید؟ وقتی که بهش فکر میکنید چه احساسی دارید؟ میترسید یا امید دارید؟ من همیشه سعی میکنم نسبت به آینده خوشبین باشم، هرچند بعضی وقتا که حالم بده احساس میکنم که کل آینده قراره آتیش بگیره، ولی به طور کلی سعی میکنم خوشبین باشم. شما چطور؟ شما هم سعی میکنید؟ But after sunlit days, one thing stays the same. Rises the moon.